پایگاه کبر آزیا درباره سطح بازنشستگی در کشورهای آسیای مرکزی اینفوگرافیکی نشر کرده است که نشاندادهای آن را محور معلومات برنامه امروز قرار خواهیم داد. در 4 کشور آسیای مرکزی در عموم 65 میلیون و 600 هزار نفر اهالی زندگی می کنند که از آنها 7 میلیون و 800 هزار نفرشان را بازنشستگان یا خود نفقه خوران تشکیل می دهند. با این حساب هر 8 نفر اهالی آسیای مرکزی نفقه خور است. در برنامه امروزه درباره چگونگی وضع زندگی بازنشستگان در 4 کشور آسیای مرکزی قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان حرف خواهیم زد. متاسفانه معلومات درباره وضع بازنشستگان در ترکمنستان دسترسی ما نشد. در بین این 4 کشور آسیای مرکزی تعداد از همه زیاد نفقه خوران در ازبکستان با تعداد 3 میلیون و 500 هزار نفر به قید گرفته شده اند. در جای دوم قزاقستان با 2 میلیون و 800 هزار نفر. در جای سوم باشد قرقیزستان با 760 هزار نفر نفقه خور. با این حساب هر یک 8 نفر قرقیزستان بازنشسته است. با وجود آنکه اهالی تاجیکستان نسبت به قرقیزستان زیاد است، اما از روی تعداد نفقه خوران تاجیکستان با تعداد 665 هزار نفر نفقه خور بین این 4 کشور آسیای مرکزی در جای از همه آخر یعنی 4م می ایستد و هر نفری 13 تاجیکستان نفقه خور است. با این حال با مقایسه با قزاقستان 2 برابر تعداد بازنشستگان در تاجیکستان کم است، چون در قزاقستان هر 6 نفر این کشور بازنشسته است. همین طور تفاوت کمترین بین سن سال نفقه و دوامناکی عمر مردان در قرقیزستان به قید گرفته شده است که همگی 4 سال است. در قزاقستان باشد 6 سال است. هرچند سن سال به نفقه برآمدن مردان در قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان یک خیل در 63 سالگی معین شده است، اما از حساب مهلت گرفتن نفقه بین این 3 کشور مردان تاجیکستانی از همه زیاد به حساب میانه 10 سال نفقه می گرفتند. مردان ازبکستانی از سن 60 سالگی به نفقه می برآیند، ولی حساب میانه دراز عمریشان سن 71 است. با این حال به حساب میانه مردان ازبکستانی 11 سال نفقه می گیرند. در این 4 کشور آسیای مرکزی وضعیت زنان نسبتاً خوبتر دانسته شده است. در این کشورها فرقیت بین نفقه و دوامناکی عمر از 17 تا 21 سال را در بر میگیرد. نشان دهنده پسترین قرقیزستان و بلندترین در ازبکستان می باشد، زیرا زنان در ازبکستان به حساب میانه نظر به زنان قرقیز 1 سال زیادتر عمر می بینند و 3 سال پیش به نفقه می برآیند. باعث نگرانی است که نفقه خوران کشورهای آسیای مرکزی در حالت آسیب پذیر زندگی می کنند، زیرا نفقه آنها اکثر وقت تنها برای نیازهای اساسی کفایت می کند. در تاجیکستان و ازبکستان باشد حتی برای نیازهای اولیه کفایت نمی کند. نفقه برای 1 نفر در تاجیکستان به حساب میانه 31 دلار است. پس از پرداخت قرض کمونالی در کیسه 1 نفر نفقه خور تاجیکستانی به حساب میانه 5 دلار باقی میماند که از ارزش ثبت استعمالی 1 ماه 10 مراتب کمتر است. با 5 دلار در تاجیکستان شما می توانید 1 کیلو گوشت گاو یا در دوام 1 ماه روز در میان 1 نان خرید. توازن صافی نفقه در ازبکستان پس از پرداخت قرضهای کمونالی به مثل آب، برق، گاز و غیره 4.1 حصه حد اقل سبدی استعمالی 1 ماه است. یعنی نفقه خوران ازبک مجبورند که به خاطر گرسنه نماندن پول را صرفه کرده از خریدن اشیاءهای ضروری روزگار و دیگر خدمت رسانی ها دست کشند.
در قرغیزستان نفقه خوران نزدیک 4 برابر زیادتر از تاجیکستانیان نفقه میگیرند و آن به حساب میانه $115 می باشد. بعد سپاریدن قرض‌های کمونالی با حساب میانه در جیب یک نفقه خور قرغیزستانی $81 باقی میماند. حد اقل سبد استعمالی ماهانه تنها برای خوراک گرسنه نماندن در قرغیزستان $69 است. یعنی $12 دیگر نفقه خور قرغیز برای خریدن اقلاً دارواری ها میتواند صرف کند. شرایطی از همه بهتر بین این 4 کشور آسیای مرکزی در قزاقستان به قید گرفته شده است. در همیان بازنشسته قزاقستانی بعد سپاریدن حق خدمت رسانی های کمونالی $116 باقی میماند. با در نظر داشت نرخ و نوا به نیازهای دیگری زندگی $76 هزینه می شود. گفتنی است نوابسته به شرایط نگران کننده بازنشستگان در بعضی این کشورهای آسیای مرکزی تغییرات مثبت جای دارد. مثلا در قرغیزستان نفقه هر سال ایندکساسیه یعنی بازنگری می شوند و همه ساله اندازه آنها از $3.60 تا $5 می افزاید. در ازبکستان باشد همه ساله فرمان ها آید به بلند برداشتن مزد مهنت، نفقه، بورسیه برای دانشجویان و کمک پولی ها به امضا می رسد. اینچنین در قزاقستان بلند برداشتن نفقه از سال 2020 به نقشه گرفته شده است. متاسفانه درباره بلند برداشتن نفقه در آینده نزدیک در تاجیکستان یگان خبر یا گزارش نیست. بعد سال 2016 چندین بار بلند برداشتن معاش و نفقه به تأخیر انداخته شد. نهایت 1 سال پیش امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای از 1 سپتامبر سال 2018 تا 15% بالا بردن معاش کارمندان اداره های بودجتی، نفقه و بورسیه های دانشجویان فرمان صادر کرده بود. اما از تا چه حد به اجرا رسیدن این فرمان معلوماتی نیست.